با خون مارلا یه جمله نوشته شده بود: تو فکر میکنی من مردم؟ تو فقط یه شیشه شکستی. نیت به اون جمله نگاه کرد. برای اولین بار انگار لحظه ها متوقف شده بودن. دستاش داشت میلرزید. زمان متوقف شده بود. نیت اون شب جسد رو پنهان نکرد. فقط از اونجا رفت. بی دلیل. بعدتر وقتی برگشت تا آثار رو پاک کنه، همه چیز ناپدید شده بود. هیچ اثری از قتل نبود. نه جسدی بود، نه جنازه‌ای بود و نه هیچ چیز دیگه. فقط اون جمله روی دیوار. اون شب برای اولین بار توی ذهن نیت یه سوال شکل گرفت که از تموم فریادا بلندتر بود. و از همون شب به بعد هر موقع که بارون میبارید، نیت صدای خنده مارلا رو از توی سایه ها میشنید.